خب سلام دوست عزیزم، من اینجام که میخواستم راجع به مینی جابی که اینجا پیدا کردم جدیدن و اینکه تجربه این شغل جدید حرف بزنم. من حدود 1 سال و 8 ماهه که آلمان هستم و تا الان یه شغل مثلا چیزی نداشتم که یعنی تجربه شغل خاصی رو نداشتم و هنوز به این صورت نبوده که یه چیزی رو خیلی رسمی و کاملا به صورت دراز مدت اینجا بخوام چیز کنم و اینا. ولی خب این یه چیزی بود که من الان چند مدت به این فکر هستم که در کنار مدرسه زبانی که دارم میگذرونم یه دونه شغل کوچیک بگیرم که اینجا به اصطلاح بهش میگن مینی جاب و این مینی جاب رو بیشتر افراد تو جاهای مختلف از جمله رستوران که اینجا بهش میگن گاسترونومی، یعنی تو سیستم رستوران ها به عنوان گارسون، کلا یا کلاغین یا توی کوشه، توی آشپزخونه، در مثلا کارهای تو آشپزخونه و یا به عنوان پستچی میتونی کار کنی اینجا مینی جاب، یا و همینطور در فروشگاه ها میتونی به عنوان فروشنده و یا اینکه به عنوان کشیر یا کسی که توی قسمت چی بهش میگن به فارسی نمیدونم کاسه کار میکنه، یعنی قسمت اسمش نمیدونم فارسیش چی میشه واقعا. اصلا تو فارسی من که فارسی یادم نرفته، ولی خب نه اصلا منظورم اینه که این کلمه رو من اصلا نمیدونم چی هستش. خب اوکی، پس گفتم که شغل مختلفی وجود داره که میتونی به عنوان کار کوچیک تو اون شغلات جا بگیری و خب درآمد نسبتا خوبی هم داره. آره، یعنی کسی که بخواد مثلا نصف روز کار کنه به عنوان تایل سایت، یعنی نه 8 ساعت در روز 4 ساعت در روز کار کنه، بهش میگیم تایل سایت، یعنی نصف وقت کاری. یا مینی جاب شغلیه که هفته 10 ساعت این کار رو انجام میدی، در کل میشه ماهی 40 ساعت و بیشتر از این نیست. این یه مینی جابه و یه سری افراد من جمله من بیشتر از این اجازه نداریم کار بکنیم. چرا؟ چون خب من یه حقوق دانش آموزی میگیرم و بیشتر از این اجازه ندارم کار بکنم. من به عنوان یه شخصی که فول سایت یعنی کل تایم درس میخونم حساب میشه که من به عنوان کسی که فول سایت شغلم به اصطلاح درس خوندن فعلا و بیشتر از یه مینی جاب 40 ساعت در ماه اجازه ندارم و دیگه خب اینجوریه و درآمدش بد نیست. واسه مثلا میتونم بگم که مینی جاب تا حدود ماهی 500 یورو درآمدته و حالا من قسمتی که کار میکنم به عنوان توی بارتندر بهش میگن به اصطلاح انگلیسیش، حتی آلمانیش هم نمیدونم چرا هنوز نفهمیدم که چی هستش، یعنی هم به عنوان گارسون و هم به عنوان بارتندر تو قسمت گتخونگه ها، یعنی قسمت نوشیدنی ها کار میکنم. نوشیدنی مختلف و اینا سرو میکنی، حالا چه مشروب باشه چه غیر مشروب، چه آب میوه باشه چه نوشابه باشه و هرچی، حتی آب. و من خیلی وقت بود که دلم میخواست که دقیقاً مینی جابی که تو ذهنم بود که واسه خودم انجام بدم همین بود. یعنی دلم میخواست توی رستوران به عنوان گارسون یا کافه بار یا کافه رستوران یا هرچی، حالا اونجایی که من کار میکنم کافه رستوران و تقریبا بار هستش. بار به معنای مثلا جایی که نوشیدنی مختلف سرو میشن و اینکه دیگه همیشه دلم میخواد، یعنی چند وقته که دلم میخواد که تو این قسمت یعنی یه مینی جاب داشته باشم و میخواستم از نزدیک تجربهش کنم. اوکی، به هر حال تجربه یه چیزی که بهش فکر میکنی از نزدیک تجربه کردنش میتونه خیلی متفاوت با اون تصوری که از قبل نسبت به اون کار داری باشه. ولی خب به نظرم هر چیزی تقریبا هر آنچه که دلت میخواد که یه بار حالا به عنوان شغل یه مدت کوتاه تجربهش کنی، بیشتر تو این حوزه یکم تجربه به دست بیاری، چیز خیلی خوبیه. میتونه کلی چیزای جدید رو به ما اضافه کنه و توانایی مختلف خودمون رو به اصطلاح بشناسیم. خیلی خستم الان که دارم حرف میزنم، احساس میکنم مغزم یاری نمیده. نمیدونم چرا یه مدت کل بدنم به شکل عجیبی اینجوری انگار گرفته همه عضلاتم. نمیدونم به خاطر ورزشه یا به خاطر جایی که نمیدونم تختمه یا چیه، نمیدونم هر چی که هست عضلاتم گرفته و یه جوری حس خستگی فیزیکی میکنم. آره، و امروز کاری که انجام دادم این بود که من ظهر تقریبا ساعت 1 و اینای ظهر من یه دونه کاپوچینو خوردم. من شدیداً اصلا به کافئین بدنم اینجوریه که وقتی میخورم، حالا کاپوچینو فکر کنم خیلی خیلی شتارک نیست، سنگین نیست ولی باز هم کاپوچینو منو یعنی اینجوری میگیره، بعد فشار خونم بالا میره، ضربان اصلا حس میکنم که انقدر بدنم یه حس مثلا چیز میگیره، اصلا بی‌حس که نه ولی انگار که خیلی ضربان و جریان خونم بالاست، اصلا یه جوری هیجان بالایی میده. بعدش یه جوری انگار مثلا الان 7 ساعته که من اینجوریم، 6 ساعته، نمیدونم چرا از بدنم رفت نمیشه. دیگه نباید اصلا بخورم.
اون کافه که تو خونه درست میکنم خیلی متفاوت است، اینجوری نیست، ولی اینی که امروز سر کار خوردم خیلی منو اذیت میکنه الان. به هر حال هنوز تو حسم هنوز توش هست. آره خب داشتم راجع به این حرف میزدم. میخواستم راجع به روز اولی که رفتم سر کار، اینجوری بود که روز اولش اصلا از اونجا بگم که چجوری رفتم واسه کار و چجوری کارا رو درخواست کردم گرفتم. چند وقت بود که شاید بگم 2-3 ماه، بیشتر از 2-3 ماه به این فکر می‌کردم که من یه کاری بکنم نکنم، چی میشه چی نمیشه، میتونم، آیا قدرتشو دارم که انجام بدم، هندل میشه واسم، میتونم منیجش کنم کارامو همه با هم. بعدش تو همین مدت 2-3 ماه همین جوری بود که من به یه نتیجه نمیرسیدم، ولی خب به خودم میگفتم حالا اشکال نداره، تو باید بیشتر راجبش فکر کنی، بیشتر صبر کنی، یکم بیشتر منتظر باشی، چون الان خیلی تایمت شلوغه، برنامه‌ات شلوغه، همه چیز سر جای خودش نیست، به خاطر همین اشکال نداره فعلا زیاد خودتو اذیت نکن که باید بری و اینا فوراً اقدام کنی. بعد این 2-3 ماه گذشت، من دیگه آره به این یه چیزی شد و دیگه به یه نتیجه گرفتم که گفتم میرم دیگه، من الان دیگه آماده‌ام، دیگه میدونم که میخوام این کارو بکنم. و واسه من همیشه اینجوریه، من باید واسه خودم به این نقطه برسم که دیگه من میخوام این کارو بکنم، دیگه میشه و تموم. یعنی همیشه تو زندگیم اینجوریه که فکر میکنم بعد تا به اون نقطه میرسم یه مدت طول میکشه. بعدش خب اینجوری شد که آره گفتم دیگه الان وقتشه، دیگه من میرم. از رفتم فوراً. خیلی جالب بود، مثلا شنیدم خیلی یه عالمه دنبال کار میگردن تا آخرش کار پیدا میکنن، حالا باید یه مدت یه چند تا جای مختلف، به هر حال شنیدم 10 جا 12 جای مختلف سر بزنی تا اینکه پیدا کنی، چون که خب به هر حال شلوغ هستش، کلی اینجا مهاجر هست و کلی آدم به اصطلاح بیکار هستش. و اینجا مثلا بعد من اولین رستوران که رفتم یه جایی قبلا بهم داده بودن، اون جایی که اداره کار اینجا بهم گفته بودن که چیزشو فرمشو بهم داده بودن که برم اقدام کنم. بعدش اونو کنار گذاشته بودم چون محلش به خونم نزدیک بود، گفتم من اینو میرم یه بار یه سر میزنم. بعد تو این فکر با خودم بودم که من الان چون ذهنم کامل آماده است که میخوام این کارو بکنم، میرم جلو و دیگه مطمئن بودم، گفتم من 90% مطمئنم که دیگه من پیش این کارا رو گرفتم. نمیدونم چرا، ولی خب این حس رو خیلی بهش باور دارم. حالا شاید شما نداشته باشین، ولی به هر حال من به اون نقطه رسیده بودم که دیگه من پیش میدونم کارا رو میخوام و گرفتم و هستش، همونجا واسم این احساس کامل داشتم که قراره بشه. بعد رفتم، من با صاحب کاری که من دید خیلی آدم خوشرویی بود، اصلا در نگاه اول خیلی آدم سرزنده، خوش برخورد و خوبی اومد جلوم و من بهش گفتم که من دنبال مینی جاب میگردم و بعدش یکم مکس کرد و گفتش که خب ازم پرسید که حالا مثلا چجوریه، کی میخوایی باشه و چه تایمایی وقت داری، و بعدش چند تا سوال پرسید، خوب یادم نمیاد. بعد گفتش که ما خیلی الان یه جوری هستیم که خیلی نیروی کار لازم نداریم. گفتم که من بعد از ظهر میتونم از ماه بعد، ولی این ماه هم میتونم صبحش. بعد گفتش که من ظهرا نیروی کار احتیاج دارم، حالا چون یه جوری خیلی مثلا به چشش خوب اومدم یا نمیدونم، گفتش که من نمیتونم بهت بگم نه یا چون دیگه به نظرم اوکیه میتونی بیای، یعنی ازم خوشش اومد واسه به عنوان نیروی کار. حالا منظورم اینه که حالا شاید من فیت بودم واسه اون کاری که میخواست. خیلی جالب. اولین جایی که رفتم چون میگم انقدر دیگه آماده بودم که پیش من چند ماه میگم که دارم فکر میکنم که کی این کار رو انجام بدم و تو یه نقطه با خودم به این نتیجه رسیدم که دیگه اوکیه میرم. بعدش کار رو بهم گفتش که فردا ساعت 5 بیا. من رفتم. از روز بعد یه همکار ایتالیایی دارم اونجا، اون همکارم رو دیدم، یه پسر 19 ساله خیلی بامزه و با نمک که یادم خیلی پر انرژی و پرتوان که میتونه مثلا همه چی رو در آن واحد مدیریت میکنه، نمیدونم نوشیدنی میریزه، به مهمونان میرسه، سفارش میگیره، چه میدونم به همه خوش آمد میگه و واسه خیلی جالب بود. و اون از اون تایپ کار چیز گرفت که بهش گفت تو این دختر با تو باید همه چی رو بهش یاد بدی. بعد این شروع کرد به من یاد داد، بیا برو این کارو بکن، اینو انجام بده، این از اونجا فلان چیزو بردار، فلان نوشیدنی رو چیز کن، درست کن، اینو باید بریزی، اینو کارو باید بکنی. و من تقریبا روز اول 3 ساعت به صورت آزمایشی اونجا بودم و چند روز پشت سر هم الهی رفتم و بیشتر و بیشتر کارو یاد گرفتم. ولی خب روز اول خیلی ترسیده بودم، اینجوری که من نمیدونم واقعا این چیه، این چطوریه، این نوشیدنی ها، اصلا واسم خیلی ترسناک بود. یعنی ترسناک به این معنی که مثلا عجیب همشون اسمای ایتالیایی داشتن، رستوران ایتالیایی، و به خاطر همینم
اصلا چیزهای مختلف رو باید با هم ترکیب میکردی، چجوری باید بیر بریزی، چجوری باید واین بریزی. هر کدومشون یه گلاس یعنی یه لیوان مختلف داشتن، اندازه‌های مختلف. بعد وقتی مثلا بشتلونگا یعنی سفارش‌ها که میومدن رو کاغذ نوشته بود، مثلا اسمشون رو نمیتونستم بخونم. واقعا روز اول اینجوری شوک بودم، من تنهایی نمیتونم این کارو انجام بدم. ولی خب تمام وقت همکارم باهام بود و همش به من میگفت هی ارد میداد، اینو بکن اونو بکن، این اینجوریه اون اینجوریه. به هر حال در همون روز اول تونستم در حد روز اول یه چند تا چیز مختلف رو یاد گرفتم. کارهای ساده، کم کم نوشیدنی ساده، مثلا حالا یه لیوان کولا رو باید با یخ و چی سرو کنی، آب گازدار رو باید با یخ و لیمو سرو کنی، مثلا لیوانا رو هر کدوم مال چی هستش بعدش، و خیلی چیزا رو یاد گرفتم به هر حال. ولی خب یه جوری یه طورایی میتونم بگم پیچیده است. آره باید نوشیدنی‌ها رو بشناسی، اسمای خیلی مختلفی داره، من الان نمیتونم اصلا به یاد بیارم. بعد دیگه کلا جالب بود واسم، یعنی هنوزم جالبه. و راستش روز اول و دوم و سوم، امروز چهارم میتونم بگم، من هنوزم یه حالت ترسی دارم، چون که مثلا این شفش یعنی رئیسش همش صاحب کار همش بالا سرت میاد، میره کنترل میکنه، ازت میخواد که مدام در حرکت باشی، کار کنی، یه لحظه وای نستی و اینه که باید کارتو درست انجام بدی. و خب به هر حال یه جوری ترسی داره آدم، میدونی. و اینکه من همش فکر میکردم خب الان چی میشه یعنی. ولی خب به خودم گفتم که حالا من خیلی وقت میخواستم یه کاری انجام بدم، هیچ کاری آسون نیست و باید تمام توانای خودم رو انجام بدم که بتونم یاد بگیرم. آره هیچ کاری عیب نیست، همه اینجا کار میکنن، همه بچه‌ها، همه نوجوانا از دم خود آلمانیا و اکثرا توی حتی اونا که پدر مادر خیلی ثروتمندی هم داشته باشن، اینجا همشون کار میکنن. این واسهشون خیلی مهمه که خودشون کار کنن و اون مفهوم اینکه تو خودت پول در بیاری رو درک کنن، میدونی، این خیلی واسهشون مهمه. بعدش دیگه کم کم منم راه افتادم، دارم راه میافتم. ولی خب بازم فکر میکنم که یعنی این چند روز که رفتم این حس بهم دست داده که مثلا چقدر زندگی جدی تر میشه همه چی وقتی خودت باید مسئول هزینه‌هات باشی، وقتی خودت باید همش به فکر باشی، بعد به شغل آیندت فکر میکنی. حالا تو امروز فقط قراره واسه یه مدت کوتاه توی یه رستوران کار کنی، ولی بعدش بعد به فکر این باشی خب که مسیر شغلی تو پیدا کنی و اینا همش چالشه و یه جورایی آدم توی یه حالت دوگانگی و یه حس عجیبی میفته که مثلا آینده‌مو چطوری میتونم منیج کنم، چطوری میتونم که هندل کنم، چیکار باید بکنم و اینا. ولی خب من همیشه به خودم میگم که من به خود آیندم اعتماد دارم، به خود آیندم. من به خود آیندم باور دارم که میتونه بهترین تصمیم رو بگیره، میتونه بهترین انتخاب رو بکنه و تو شرایط سخت خودشو از آب و گل در بیاره و خودشو نجات بده و بهترین انتخاب رو انجام بده. و همیشه به این باور دارم که همه چی آروم آروم، یعنی پله به پله، گام به گام اتفاق میافته و نباید که بترسیم. ترس یه چیز خوبه، یعنی ترس یه چیزی که تو باعث میشه که همیشه محتاط باشی، یه جورایی محافظه کار باشی، مواظب باشی و این استرس این زندگی همیشه یه مقدار باید باهات باشه، این محافظت کننده است، ولی باید مقدار بالاش رو، یعنی میزان بالاش رو کنترل بکنیم، چون که باید اینو باور رو داشته باشیم که بالاخره ما میتونیم در نهایت همه چی رو اوکی کنیم، یعنی میتونیم در نهایت کنترل زندگیمون و کنترل اتفاقات زندگیمون رو در دست بگیریم و زندگیمون رو هندل کنیم و به خودمون باور داشته باشیم که همه چی سر جای خودش، وقت خودش، تایم خودش، در جا و مکان و زمان خودش اتفاق میفته. چیزی که باید امروز انجام بدیم تلاش مستمر و بدونیم که کاری که امروز داریم انجام میدیم اون آینده رو میسازه. امروز چیکار داریم میکنیم مهمه، امروز چیکار داریم میکنیم، چه کاری میکنیم، رو چه چیزی سرمایه گذاری میکنیم، چقدر زندگیمون رو درست شکل میدیم، این مهمه. پس همیشه به برنامه‌های امروزمون توجه کنیم و یه دورنگاهی هم به آینده داشته باشیم و پله به پله همه چی درست میشه. من این باور رو دارم که آدم باید شهامت انجام کارها رو داشته باشه. شهامت به معنای اینه که ما باید بترسیم، ولی با وجود ترسی که وجود داره همراهمون تو زندگیمون انجام بدیم، عمل کنیم. وقتی که میترسیم و عمل میکنیم و میریم جلو، این یعنی شهامت، این یعنی که ما شهامت انجام کارها رو داریم. دوستتون دارم، ممنونم که تا اینجا با هم بودین و حرفامو گوش دادین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، اگه لایک نکردین حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، ازم حمایت کنید و اینکه خوشحالم بتونم محتوای مفید از تجربیات زندگی خودم رو در اختیارتون قرار بدم.
این بزرگترین هدفم برای داشتن این کاناله و سعی میکنم که بهترینا رو براتون درست کنم دیگه. شما هم به هم کمک کنید که بتونم رشد کنم از طریق یوتیوبم، چون که من خیلی به ولاگ درست کردن اینو علاقه دارم و یه کاریه که دوست دارم. پارالل نمیدونم درست میگم، پارالل با کار دیگه هم پیشش ببرم. دوست دارم. پس تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.